وطنداران عزیز، این صفحه را که میبینین و این ویدیوها را میبینین، پس از در همین صفحه فقط ویدیوهایی از پخت و پز غذاهای کشورهای همسایه براتون نشر کردم. مخصوص همین غذاها این صفحه را ساختیم و حتما اگر علاقمند هستین فالو بکنین و بیننده باشین. جالب ترین ها را بر شما عرض خود کردم. فقط صفحه معلوماتی است وطندارا، دیگه هیچ موردی وجود نداره جز ای که معلومات از پختن غذاها در کشورهای مختلف در سطح دنیا هست براتون تقدیم میکنم. خب این ویدیو رو ببینین وطندارا. اینجا آمدن نوشابه هایی که در کابل هم پیدا میشه، در ولایت ها هم پیدا میشه. 10 افغانی میتن یک بوتل یا قوطیشه. او را میگیرن در گوشت مرغ مندازن، ران مرغ شستشو میتن، چند دقیقه بعد هم میبرن پختش میکنن. من حیران به این هستم که از ای که اینا میگیرن همی خوراکی ها را با نوشابه. یک ویدیو دیده بودم که با رتبال، یک ویدیو هم همی است که شما میبینین همین لحظه که با این نوشابه های گازدار این قسم آمادش میکنن، شستشو میتن. و از وطندارا پرسان کردم در یک ویدیو که البته درباره که پرستامول کسی در داخل دیگ بندازه یا هم پرستامول یک تا یا نیم تا، تعداد زیاد از وطندار تایید کرده بودن، گفتن که نیم دانه پرستامول میتونه که غذا نرم بسازه. من بیخی حیران ماندم که چه قسمش است، ولی جالب بود بر ما وطندار. نظر شما چیست؟ آیا با استفاده از همین پرستامول در دیگ غذا رو نرم میسازه یا خیر؟ نظرتان در کامنت شریک بسازین. اگر میخواین که جالب ترین ویدیوها رو همچنان ببینین، همین صفحه حتما فالو بکنین و بیشترین ویدیوها رو خدمت شما در همین صفحه نشر و پخش خود کردن. فقط صفحه معلوماتی است و غذاهایی را خود دیدین وطندارا و از جالب ترین غذاهای شما را با خبر خود ساختم که حتی اگر سفر هم نکردین آگاه خواهید شد. ممنون که بیننده هستین و تشکر از کامنت هایتون. صفحه هم فالو کنین.